نمیدونم این ملت چی بلا زده که روز تا روز راه شیطان و دجال پیش کرده استیان. بسیار علم آور است. نخود جوان دختران تا این درجه را پست و رذیل شده باشند. استعمال چیزهایی که در اسلام قطعاً حرام و ناجایز است و این چنین به سلامتی ضرری جدی میرساند. این نه تنها به سلامتی بلکه به ایمان انسان نیز ضرر دارد. آیا این جوان پسران و جوان دختران نمیدانند که پیامبر خدا سخت آگاه کردند؟ در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند هر چیزی که مست میکند حرام است. همینایی که در نوارند آیا صاحب نداشته باشند یا صاحباشون ناموس و شرف و مردانگیشون از دست داده باشند؟ اکنون دموکراتیا گفته همه حرام نکنه. آخر جامعه ما کم و بیش 90% مسلمانم. در چنین جامعه چنین رفتار حیوانگری عیب و باعث شرمندگی است. چگونه یک زنان مسلمان که باید نمونه عفت و شرف باشند خودشان به پستی و بی‌شرفی آورده رساندند؟ آی جوان مردان ملت، بیدار شوید. این پستی و رذیلی روز می شود به خانه های ما و شما آمده می رسد. شراب نوشی، مواد مخدر، جمع شدن مردان و زنان نامحرم در یخخانه و کارهای فحشا و بی‌حیایی انجام دادن آهسته آهسته جامعه را به فلج آورده می رساند. از این مردان فاسق و زنان فاحشه جوانان نورست چه برد می گیرم؟ اکنون دموکراتیا گفته از خود نروین. حالا این همش جوابگری داره. از این راه نادرست برگردین.